حسین عباس و حسن علی دو دوستی هستند که هر سال 8 روز پس از عید فطر به همراه بزرگترهایشان در خیابانی در دهلی نو تجمع می‌کنند و ساختن دوباره بارگاه برای ائمه مدفون در قبرستان بقیع را درخواست می‌کنند. عالمی برادری سے ہماری گزارش یہ ہے. درخواست ما از مجامع بین‌المللی اینه که به مقدسات مردم توجه و احترام ویژه گذاشته شود. آنها و دیگر همسن و سالهایشان مانند ده‌ها مسلمان دیگر سال روز تخریب این قبرستان را روز سیاه مینامند. یادآوری این حادثه در سالگرد آن غم بسیار زیاد در ما ایجاد می‌کند. اگر خواسته ما اجابت و بارگاه اماممان ساخته شود آرام می‌شویم. حدود 40 سال است که مردان و زنان شهرهای مختلف هند در 8 شوال هر سال این خواسته را دارند. تقریباً 100 سال پهله 1925 में حدود 100 سال پیش یعنی در سال 1925 میلادی به دستور پادشاه وقت بارگاه امامان شیعه و برخی اصحاب پیامبر در بقیع تخریب شد. اینجا هم لکنوست، مرکز پرجمعیت ترین ایالت هند. جبهه شیعه و سنی هند این مراسم را هر سال برپا می کنند. این مراسم نه تنها در دهلی بلکه در ده‌ها شهر دیگر هند نیز برگزار شد. حسن عبدالملیکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.